امشب ز پشت در صدا میشنوم، فریاد کبوتر سما میشنوم. برخیز برخیز که بر در تو نوروز آمد، از چهچه مرغ خوشنوا میشنوم. نوروز شد و جمله جهان گشت معطر، از بوی خوش و لاله و ریحان و صنوبر. ای بال و پری آزاد نوروز مبارک باد، ای صبح دل آباد نوروز مبارک باد. افسانه رنگین را این هستی شیرین را، بر روی شما بگشاد نوروز مبارک باد. اما سبب نام نهادن نوروز آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را دو دور بود، یکی آن هر 365 روز ربع از شبانه روز به اولی دقیقه حمل باز آید به همه وقت و روز که رفته بود. بدین دقیقه نتواند آمدن چی هر سال از مدت همه کم شود. و چون جمشید آن روز را دریافت، نوروز نام نهاد و جشن آیین آورد و پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان بدو اقتدا کردند. چون کیومرث اول از ملوک عجم به پادشاهی بنشست، خواست که ایام سال ماه را نام نهد و تاریخ سازد تا مردمان آن را بدانند. طبیعت با 4 فصل برجاست. نوروز روز میلاد است و فصل بهار دوران جوانی و بلوغ. تابستان دوران پختگی و برداشت محصول و رسیدن به حد میان سال است. پاییز فصل زردی و زمستان فصل سرد زندگی، کوچیدن و آرمیدن است و نوروز امید به حیات نو. آمدد نوروز و آمد جشن نوروزی فراز، کانگارا کارگیتی تازه سرگیر باز. نوروز روز نو، آغاز حیات، احیا و نوسازی است. نوروز روزی تولد حیات زمین و تمام موجودات روی آن و بیداری طبیعت پس از خواب است. روز است که درختان پیراهن سفید به بر نموده گلهای رنگارنگ به گیسوان می‌آویزند. سردی و سرما رخ می‌بندد و به جای آن نسیم نوازشگر و حیات بخش طبیعت می‌وزد. بهار فصل دلافروزی سال است. آن را به طاقتانه انتظار می‌شوند. این فصل را زنده شوی طبیعت عروسی سال می‌نامند. در حقیقت هم فصل زیبا و دلرباست فصل بهار. کوه و دره سبزه و باغات سبز و خرم است. بوی خوشی سبزه نوخیز و گیاهای گوناگون خودروی به تن آدم روح تازه می‌بخشد. کوهسار سرسفید به استقبال عید بهار دامن خود را با سبزه گل پوشانده خرسندی می‌کند. دشت و دمن به سر چادر رنگین میگیرند. آبشاران ترانه نوروزی میخوانند. نسیم فارغ به هر کوی مژده میبرد. نوروز شد و جمله جهان گشت معطر، از بوی خوشی لاله و ریحان و صنوبر. جمع
سیر جهان می کرد. چون به موضع رسید فرمان داد تخت آراسته در بلندترین نقطه برابر آفتاب گذاشتند. تاج گوهرنشان بر آن تخت نشست. تابش آفتاب بر گوهرهای تاج روشنی اطراف را دوچند کرد. مردمان شاد شدند و آن روز را روز نو نامیدند و به نام شاه که جمع نامیده میشد کلمه شید را که به معنی فروزان و تابان است افزودند و از آن پس او را جمشید یعنی جمی درخشنده نامیدند و جشن بزرگ ساختند. تاریخ جشنگیری نوروز و جشنهای دیگری ما که از شب چله سر می شود، این یلدا، شب چله، صده، بعد اسفندار جشن داریم، این همین جشن مادران که جشن میگیریم. بعد این طرفتر آمدن گیریم نوروز، جشنهای به اصطلاح کلان رو گم، جشن تریگان، مهرگان، همه اینها پیوند یکدیگرند، وابسته به آفتاب هستند. نیاگان قدیمی ما چند هزار سال و دقیق گفتن ناممکن است، تقریبا 6 7 8 هزار سال مثلا، اگر وسط گیریم اگر تقریبا 7000 سال گیریم، اونها گمان می‌کردن که آفتاب تولد شد بعد 40 روزه بشود، تا 40 روزه که همون شب تولد آفتاب درازترین شب است. درازترین شب که است همون نیروهای اهریمنی در شب عمل میکنن، آنها حرکت میکنن که آفتاب تولد نشود. اصل کلید گپ در همین جا است. برای مردم چیکار میکنن؟ گلخن و آتش افروخته همون شب درازترین بیدار میشینن تا که نیروهای اهریمنی به برآمدن آفتاب خلل نرسانند. بعد که آفتاب برآمد، درازترین شب تمام شد، روزها دراز شدن میگیرد. زمستان، تاریکی زیاد، قحطتون، غذای خوراک انسان ها هم کم شدن میگیرد. همین که آفتاب که 40 روزه شد جشن میگیرند، جشن صده، تنتنه، یعنی که همین نیروهای اهریمنی خلل نرساند و آفتاب 40 روزه شد. این ادامه پیدا میکند. یعنی الکه همه از پایان در شب تاریکی گلخن میافروزند که با اون گلخن یعنی آفتاب کمک کنند که این از پایان نیروهای اهریمنی ضرر نرسانند. وقتی که چله کلان گذشت، جشن صده را جشن میگیرند. بعد 20 روز پس چله خرد تمام میشه. چله خرد که تمام شد، نیروی آفتاب زیادتر میشود. به زمین نیروی آفتاب زیادتر میرسد. زمین هم که مادر هست، همه چیز از زمین هست، همون سبزه و گل و شکفتن و خزنده و پرنده و چرنده انسان همه چیز جان میگیرند. خصوصا خود زمین سبزه گل ها میشکفد. همه خوشحالی میکنن نخستین گل را دیده که بهار نزدیک است، نوروز نزدیک است، به گلگردانی میبرند. نوروز این روز نخستین سال نو و روز آخرین سال گذشته بوده. با عباره دیگر روز نوی، هفته نوی، ماه نوی سال خورشیدی است. یعنی آن روز اعتدال بهاری است. روز است که شب روز خوب برابر می شود و با تعبیر صاحب سخن میگوید که روزی است که در عمر نیابند چنین روز، سال است که در عمر نیابند چنین سال. ای روز چی روزی تو بدین زینت و این زیب، که زینت و زیب تو دیگر شد همه احوال. نوروز اصلش چی است؟ جشن جوانی آفتاب است. جشنی که آفتاب نیرومند نشد، دیگر قوتش را به زمین پاش میدهد، نیرویش را پاش میدهد و فروغ و روشناییش را پاش میدهد. مردم این را شادان جشن میگیرند که دیگر به کشتکاری ما، دهقانی ما، خرسندی ما، رزق روزی ما اهریمن ضرر نمیرساند.
аз қадим ҷашни наврӯз анъанаву суннатҳои хеле зиёд дошт. оё медонед ки наврӯз чӣ гуна оин суннат ва анъанаҳо дорад? албатта яке аз онҳо ҷуфтбаророн мебошад ки ҳар сол ба хотири соли пурфайзу бурбарор омаданд қай карда мешавад. یک از آیین‌هایی که پیش از نوروز و بعد از نوروز عملی می‌گردد این جفت براران است. پیش از نوروز در آن جای‌هایی که گرمی زودتر می‌رسد در آن جای‌ها جفت براران بر وقت‌تر صورت می‌گیرد. بعد نوروز در آن جایی که یعنی سردی هنوز هست، هنوز زمین را شودگار کرده نمی‌شود در آنجا. این یک آیین مخصوص، یک تقریبا از جهت مقایسه کنیم همدیگر مانند هستند، هماهنگ هستند. تفاوت‌های جزئی ظریفی دارند، صفای ظریف نازکی دارند. اونها را دانه دانه گفتن شرط نبوده است، چون در مقاله ها در اثرها ما نمیشته. اما عمومیش چی است که وقتی که دیدن که آفتاب دیگر تماما میبرد، زمین به شودگار کردن آماده است، یعنی برای کشاورزان دهقانان شادی نشاط بی همتاست، خصوصا بعد از گلگردانی بی همتا که زود همون اون گاوهای جفتی خود را آماده می سازند، آنها را از غذا و دیگر رو از اون پرورش کردن به جفت آماده می نمایند. بعد یک آیین یا مراسم مناسب را به این مناسبت پیش از که نخستین جفت شروع شود اجرا می نمایند. در بعضی جاها مثلا در اکثر جایها حتی مردم در یک جای جمع میشن، در گذشته در نزد مسجدها جمع میشدن، مثلا جمع شده همون روز مردم همه خوراک جمع کرده میارن، در خانه های خود میباشد. این اصلاح کنید، مردم در خانه های خود انواع اقسام خوراک های وابسته به بهار، از اولین سبزه ها، سمنک از جمله و دیگر نان هایی که گندمی هست آنها همه را پخته جمع میشن. مردم این را با تنتنه و بزم و شادی نشاط و رقص و بازی این را نوش جان میکنن. بعد یک از پیرمردان همچون اجرا کننده نقش بابا دهقان و دهقانان دعا میدهد که یعنی به کشتی کار با این جفت خود شروع کردنتان ممکن است که همون در سر جفت زمینی که هست یک چند تا دهقان‌های پیرمرده که با تجربه هستند، آدمای با وجدان و آزاده پاک راستو هستند، به این چیزها پیش اهمیت میدادند و همون کی را انتخاب کنند. همون را جفت گاوی همون را با کمی گندم و دیگر با نیت نیکی حاصل فراوانی شود شودگار کردن را آغاز می‌نمودند با جفت گاوی همون شخص. یکی از مویسفیدان دهه خوب پیش از آن که دانه را به زمین بپاشد و یا که با جفت براران آغاز کند، پیش از همه دعای میگویند و برای جفت آمادگی میبینند و همزمان بعضی از خصوصیت ها را دارا است که با شاخی آن برزه گاوها و یا که گاوهایی که آنها جفت میکنند خوب روغن میمالند. حتی به شاخ گاو برای نیت نیک بعضیا رویمال میبستند، بعضی متاها میگذاشتند برای همون بابا دهقان پارچه میگذاشتند با نیت نیکی و یعنی همچون صدقه همچون خیرات که سال آینده یعنی با برکت باشد، یعنی رزق روزی پر شود، یعنی خیر و صدقه هم از این خاطر زیاد شود. این همش یک پیوستگی رمز و رازهای گوناگونی دارد. در جفت براران این گونه بود که این آیین انجام شد. دخترها باز نوبتی کدام انعنه نوروزی است؟ در این ایام مردم خانه‌های خود را تازه نموده مراسم خانه تازه‌کنی می‌گذرانند و بر تن خود لباس‌های نو به نو را به بر می‌نمایند. پیش از نوروز یک چند روز ما داریم مردم آمادگی می‌کنند، بازار می‌روند، چیزی چاره می‌خرند، لباس‌های نو می‌خرند، برای دسترخوان هر چیز گذاشتن چیزها می‌خرند. اصلا نقطه شروع نوروز از خانه هاست، یعنی مردم به استقبال نوروز
خانه ها را روبوچین کرده سفید میکنند. اینچنین گلیم و پلاس و تمام لباس های خانه را به بیرون برآورده در زیر شعله های آفتاب میمانند. به تعبیر دیگر آنها را تازه و پاک می نمایند که خود فلسفه همین آیین هم پاکی و تازگی بوده یکی از سنت های نوروزی به حساب می رود. اگر فراختر نظر افکنیم این خصوصیت به آن آورده می رساند که خب مردم در مجموع محیطی زیست را تازه و آزاده نگاه می دارند، زیرا خانه و در تازه رمزی سال نو و اقبال نو است. مردم باوری دارند که اگر سال نو را در خانه های تر و تازه پیشواز بگیری همان سال تا به آخر زندگیت به خوشی و خرسندی میگذرد. آراستن دسترخوان نوروزی و پختن خوراک‌های نوروزی یعنی سومنک را همه مردم میپسندند، بخصوص پختن سومنک را. در ایران آن را سومنو و در افغانستان باشد سمنک میگویند که این خیلی عجیب است. چون سبزه رمزی سرسبزی آدم و عالم است و بقای زندگی حساب می شود، نیاگان ما و در عین زمان هم تخمینا 20-25 روز پیش از فرارسی نوروز در 12 کشتزار گندم، جو، نخود، ماش، ارزن، لوبیا و دیگر دانگی ها را کشت کرده از روی سبزش این دانها فال دیده آمد سال دهقانی را معین میکردند. نشانه نوروز بهار گویم هم خطا نمیکنیم. سومنک را در همه ناحیه های تاجیکستان تیار میکنند. تیار کردن سومنک این خیلی زحمت زیادی را طلب میکند. از وقتی گذاشته تا به تیار شدنش حتی هفته ها ضرور است. در بعضی منطقه ها سومنک را با نام های سومنک چنگالی، کلچه سومنک و اتولا سومنک مینامند. سومنک با بعضی خصوصیت ها از همدیگر فرقیت دارند. کلمه سومنک در بین مردم در شکل های سوملک، سمنک، سمنو، سومن، سمنک، سبونک و غیره ها به چشم می رسد و برای ما و شما معلوم است که هنگام پختن سومنک اهل عائله جمع می شدند و ترانه زیرین را خوب می سرودند. سومنک نظر بهار است، جشن هر شب زنده دار است، دلخوشی سال بکار است، عید نوروزی مبارک. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک بوی بهار ای سومنک راحتی جان ای برای کاری دهقان عیدی نوروزی مبارک، عیدی فیروزی مبارک. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در
پیش از نوروز در زمانهای گذشته قبل از اشغال عرب ها در دسترخوان ما 7 چیز بود. این 7 سین و 7 شین و 7 میم نبود، 7 چیزی اساسی بود، 7 چیزی که برای انسان لازم است. مثلا اینها هم گاه عوض میشد. مثلا از این 7 چیزها یک تاش مثلا نانهای گوناگونی که مثل آفتاب، مثلا نوده سبز، یک تنگه یا سکه طلا مثلا، بعد باز ماهی، آب. خلاص اگر تعداد اینها 7 چیزی اساسی که در زندگی لازم است، آنها را 7 تاش را چنده میگذاشتن. این پیش از اشغال عرب ها. همین چیز با گذشت زمان بعد از اشغال عرب ها به 7 حرف تبدیل یافت. چون که ما عرب ها که آمدن الفبای عربی که اصلش آرامی هست اونم عربی نیست، ولی حالا الفبای عربی فارسی میگیم. این همین الفبا رو که ما هم پذیرفتیم. بعد این الفبا الف ب فلان فلان فلان، بعد اونجا سین و شین و میم هم هست. با همین تلفظ عرف و عادت نیاگان خودمان را برای ایمن داشتن نگه داشتن چیکار کردن؟ اون 7 چیز را با سلیقه، با همون مردم ما همیشه یک سلیقه، یک استعداد، یک سازندگی دارن. همون دسترخوانشان را آهسته آهسته به 7 چیزی که با سین شروع میشد به اون تبدیل دادن. یعنی معمولا اگر شما 7 سینی که در دسترخوان میگذارن حساب کرده باید دیگر اصلش 7 سینی اساسی نه. اونجا تقریبا 10-15 نمود غذاهایی که از خوراکایی هست، چیزهایی هست که با سین شروع می شود. از آن 7 تاش رو انتخاب بکنن. بعد بعضی شخصانی که به آیین‌های گذشته نیاگانمان اعتقاد داشتن 7 شین را جاری کردن. بعضی میگن که این 7 شین را از خاطر مثلا شراب و شمع جاری کردن. میگن این از یک طرف منطق دارد، از یک طرف مثلا میگن که این خاصی مثلا کدام قوم و ملتی هست، میگن این منطق ندارد. این را برای رنگارنگی دسترخوان 7 چیز دیگر را، یعنی از اونجا که شمع در گذشته که آتش که مقدس بود، آتش که عزیز بود، گفتم که از روزی که آفتاب تولد شد تا نوروز از پایان آتش افروخته، گلخن افروخته خورشید را پیشواز می‌گرفتند. از اون خاطر شمع همچون رمزی گلخن، رمزی آتش، رمزی آفتاب در دسترخوان گذاشتن با شین گذشت. اگر آن چیزی که با شین در روی دسترخوان میگذارن حساب کنیم، ولی آنها هم چی است؟ 7 رتانی هستند. اونها هم تقریبا 10 تا 12 تا زیادتر یا کمتر، از بین همونها 7 تاش را انتخاب میکنن و دسترخوان میگذارن. در بعضی حالتها این چنین از 7 میم نیز استفاده میکردن که این تخمینا چنین انواع است: میوه، مرغ، ماهی، میگو، ماست، می و مویز. اگر نگاه کنید مردم شریف عزیز ما تاجیکان و همزبانان ما در کشور گوشه کنار دنیا همیشه دسترخوان رنگارنگ دارند، خصوصا در عرفه نوروز، در روزهای نوروز از قدیم. با پختن خوراک‌های نوروزی که اکثراً از علف‌های بهاری آماده می‌شوند، یک نوع مهارتی بانوان هنرمند سنجیده می‌شود. سومنک، آش بریده، دلده، دنگیچه و یا یرمه، اوگرا و دیگر انواع خوراک‌ها خاصی دسترخوان نوروزی اند. امکان داریم طرز آماده نمودن یک نوع خوراک نوروزی را همچون نمونه پیشنهاد کنیم.
наврӯз хӯрокҳои ба худ хосро доро мебошад. хӯроки дуюми наврӯз ин далда мебошад. далдаро дар баъзе минтақаҳо дангича ва гандум кӯчак меноманд. анъанаҳои наврӯзӣ дар ҳақиқат хеле зиёданд. маросими гулгардонӣ яке аз зеботарин маросими наврӯзӣ аст, ки онро мардум ба хусус кӯдакону наврасон дӯст медоранд. биёед равем гулгардонии кӯдаконро тамошо кунем. яке аз оинҳое ки аз ҳамин бештар шудани офтоб, зиёд шудани офтоб хабар медиҳанд, ин гулгардонӣ аст. аввал дар замонҳои пеш 5-6 ҳазор сол пеш чӯпонҳо, кишоварзон, деҳқонҳо ҳамроҳи фарзандонашон нахустин гулро дида хабар медоданд. ин баъд бо муризи замон кӯдако то имрӯз ин оинро тарк накарданд. инро гулгардонӣ мегӯем дар баъзе минтақаҳои тоҷикистон, дар баъзе ҷоҳо гули бойчечак ки бо ин ном маъмул аст, як гули зардекӣ аст, аслаш ин гули баҳман аст, аслаш баҳмангул. баъд оҳиста оҳиста ин гули бойчечак ва ин оини гулгардонӣ ба бойчечак табдил ёфт ба баъзе ҷоҳо. дар баъзе ҷоҳо ин оинро наврӯзхонӣ мегӯянд. ҳанӯз ҳам наврӯзхонӣ дар байни мардуми ҳамтаборони мо дар афғонистон, дар курдистон, дар балучистон, дар кишвари эрон, дар бисёр минтақаҳо вуҷуд дорад, ки вақте ҳамун нахустин гули наврӯзӣ номҳои гуногун дорад. гули сияҳгӯш, гули наврӯзӣ, гули бойчечак, гули баҳман. ино гулҳое ки ҳамин офтоб ки зиёд шуд, ҳамин ки барфи ки дар ин гӯшае ки бештар шуд офтоб, дар онҷо зуд мешукуфанд ва мардумро огоҳ месозанд ки дар ҳақиқат расидани баҳору наврӯз наздик аст. ин хуб аст ки кӯдако тақрибан инам дар мардумшон оид ба ин чиз ҳам гуфтанд. масалан дар водии қаротигин дертар ки мебиёд наврӯз гулшукуфтан ки дертар ки аст, онҳо ба ҳар ҳол ки моҳи рӯзҳои наврӯз ки наздик шуд, ҳамун гулҳоро аз коғазҳо мебуранд, ба чӯби якметира онҳоро мебанданд. баъд бачаҳо хонаҳои мардум рафта суруди гулгардониро мехонанд, гулгардонӣ мекунанд. агар баъзе солҳо мешавад ки ин пирамарду пиразанҳо мушоҳида карданд, гул мешукуфад, ҳамун гулро мегиранд, ҳам якта дутае ки гули шукуфтааст ҳамунро меоранд. агар гули шукуфта кам ёбанд, ҳамун гулро
به دست میگیرن و اون در چوبک گلهای ساختهشان را سرودخوانان خانه به خانه میگردن. بعد اون گل شکفته را بیشتر پیرزنها، پیرمردها و زنهای سنی سالشان بر کمال به پیشانی به ابرو مالیده نوروز مبارک گویان به او یک بچه های گلگردان هدیه ها میدن. من اگر با اجازه شما همون شعری که هست مثلا در این که مفصل در اینجا من گفتم این شعر رو میخوانم. گل سیاه گوشی لبگردان طبق پر کن و دست گردان بیتی بر دست گلگردان بهاری نو مبارک باد. این شعر در وادی قراتگین، ختلان، تا درواز بدخشان مشهور است. حتی میدونید در گذشته از جمله نظام نورجان رو مشاهده کردن، استاد رجب امان رو مشاهده کردن، حتی این رو دیدن با چشمشان که بچه ها در کولاب، در منطقه های کولاب و مومن آباد و بلجوان و ختلان با دوتارچهشان رفته این را سرودخوانان با آهنگ، البته این را با آهنگ میخوانند، لیلی دوتار و دایرچه رو با اون جور میکنند، اکثر وقت با دوتارچه آن را جور کرده این را میسرایند که دوامش این است که بهار آمد ندانستم گلی سیاه گوش در دستم بیا ساقی که من مستم بهاری نو مبارک باد. در این دنیای بی حاصل شدم با درد و غم مایل گناهکارم شدم کاهل بهاری نو مبارک باد و غیر و کذا. همینطور این سرود را میخوانم، همین بهاری نو مبارک باد را همه یک جای میسرایند بچه ها و خانه به خانه میگردند. این در منطقه شمالی تاجیکستان با چچه خانه در اونجا مثلا این سرود را با شکل دیگر میسرایند. اونجا نمونهش را من برایتان بگویم. این را سالهای 30 تا در عابد اسمتی و لطفالله بزرگزاده و حسین زاده و دیگرها ثبت کردن. یک نمونهش را برایتان میخوانم. از وادی زرفشان ثبت کردن. باران بارد به یاوان علف شود به گاوان گاوانی ما سیر شود شیرش خورد بچگان بای چچک دسته دسته گل چچک. در هر منطقه هر گونه بود. یعنی همین وقتی که گلی اول که میشکفت آن را هر طور پیشواز میگرفتن. مثلا در بعضی دههای ناحیه عینی یک جای کنده را کندتوک بگن. این کندتوک گفتن در وادی زرفشان، در پنجکین، در سمرقند، در بایسون، در شهریزاد، در همه جا کندتوک بگن. این جالب است. الان اینجا یک عادتی است که یک کندتوکی که است که در اون همون کندتوک به سمت آفتاب است. همونجا وقتی که در اونجا آفتاب که رسیدن گرفت هنوز بهار نرسیده، در همونجا اولین گل در همون یکی از کندتوک ها میشکفه. بچگان هم، دهقان ها هم، کشاورزان هم، چوپان هم بیشتر همین جاهای کندتوک را نظارت کرده میگردن که کی نخستین گل میشکفد. بعد همون شعری که میدانن اون را خوانده بین مردم باز گل دسته، باز همون گل ها را جمع کرده بین مردم میروند، باز همون مراسم گلگردانی را اجرا میکنن که این چند مصرع را من میخوانم برایتان که کنتوکی شاخهای زردالو غرغر میکند بیبی ها طبخچه ها را پر میکند میتت نمیتت پولی پوچک کنتوکی میسرا. یعنی حقشان را رویانده گرفته. بعد این را در یک سیرگاه برده، یا اگر خونو باشه در خانه کسی جمع شده خوراک پخته، یک بزم جمشیدی که نوروز از جمشید مانده است که انا باز یک گپی داستان دیگر اینجا.
سیاهگوش خوشگردان طبق پر کن و دست گردان بده بر دست گلگردان بهاری نو مبارک باد بهاری نو مبارک باد بهاری نو مبارک باد دو لک لک بر حصار آمد به هر شاخی چنار آمد زمستان بود بهار آمد بهاری نو مبارک باد. بچه‌ها جشن نوروز بازی‌های مخصوص خود را دارد. مورد آن است که از باب این بازی‌ها تماشابینان را آگاه سازیم. بچه‌ها بیایید آن بازی‌های را نامور کنیم که در جشنگیری نوروز از روی آنها مسابقه‌ها می‌آورند. گوشتنگیری، بزکشی، اسب دوانی، تخم‌جان، خروسجان، کبجان و غیره ها. بازی‌های نوروزی هر کدام خصوصیت‌های خاص داشته یک نوع دلیری چابکی و توانمندی اشتراکچیان را نشان می‌دهند. میان دیگر بازی‌هایی که در ایام جشنگیری نوروز گذرانده می‌شوند، بازی خلقی چلیک دنگل، چلیک و خال و یا چلیک و لاف قدیمه بوده در آن کلانسالان و خردسالان اشتراک می‌کردند. دیگر بازی‌های ورزشی نیز در ایام جشنگیری نوروز با شوق و شادی و شرکت زیادی خواهشمندان صورت می‌گیرند. Qo'yda avval salom ekinim, mana suvda bir bo'lmaydi shunda nima deydi? Hozir salom ekinim, xo'p, dasturlar nafamemonim, ba'd kitfora rost ekinim, biz bo'lmadi shunda. Hozir salom qildi. Salom qildi. Bir dasturga kitfora rost. Tamam. Kitfora rost bo'lsa, tak, omozashdim. O'z qildi. Hop, kushish. در بهاران گلها با هزار رنگ و طرز می رویند. زمین را زیب و فر می بخشند و دل ما را شادی. بیا گل را به گل پیوند سازیم، بیا دل را به دل خرسند سازیم. در این دنیا همه مکر و فریب است، چرا ما یکدیگر را فند سازیم. پیش ما گل از چمن این لحظه مهمان آمده است.
با دلی پر از فرح خرسند و خندان آمده است. حسن زیبای تو را گل دیده در پیش رهش، از خجالت گشته سرخم لال و حیران آمده است. بیا نوروز دنیا را دیگر کن، سلاح غوسه را زیر و زبر کن. طبیعت جشن شاهنشاهی دارد، تمام روی دنیا را خبر کن. نوروز بیا تنتنه دارد وطنم، خورشید و مه و ستاره در انجمنم. از نرمی و از گرمی و از راحت تو، جان و دل من شکفت اندر بدنم. از خواب سحر به مشک تر می خیزم، با چهچه مرغان سحر می خیزم. نوروز وطن که از سفر آمده است، من با شرفی همین سفر می خیزم. با کلاب دلاویزم بهار فیضبار آمد، مثال لاله در یاله چو شمس بیکران آمد. دلم خواهد ببینم کار زرکاران صحرایی، با وقتی کار صحرایی بهار فیضبار آمد. با چهره بالیده نوروزی کهن آمد، گل در بغلش چیده نوروزی کهن آمد. آوه چی سراخنده این خنده زیبنده، خندیده و خندیده نوروزی کهن آمد. صد نقش به تن دیبا با مرحمتی زیبا، با برق دل و دیده نوروزی کهن آمد. بر خواب برفت بلبل آهسته بگفتش گل، که عاشقی ورزیده نوروزی کهن آمد. باز نوروز آمد و دل شد جوان، کهنه شهر و کهنه منزل شد جوان. ای خداوندی زمین و آسمان، تا به نوروز دیگر ما را رسان. دوستان عزیز، در حقیقت جشن نوروز زیباترین جشن است که نیاگان ما آن را قید میکنند. در عرفیت میگویند نوروز را چگونه پیشواز بگیری همان طور سالت دوام میکند. باری دیگر نوروز عالم افروز را مبارکباد میگوییم و برایتان خوشروزی ها را تمنا داریم. امیدواریم که نوروز این ساله با شما طبع بالیده، خاطری شاد، مهر و سعادتی بیشتر عطا کرده باشد. اینجا نمایش نوروزنامه تلویزیون بهارستان به انجام میرسد، ولی برنامه‌های نوروزی تلویزیون بهارستان ادامه دارند. ای خداوندی زمین و آسمان، تا به نوروز دیگر ما را رسان.